یک رویدادی ناامیدکننده در فرخار. کینوتئاتری که یادگاری از دوران شوروی بود در حال تخریب است. تا این دم این کینوتئاتر فعال بود و گهگاه فیلم‌هایی را به نمایش می‌گذاشت. حکومت فرخار نقشه دارد به جای کینوتئاتری تخریب شده قصر فرهنگ بنیاد کند. قصر فرهنگ درونش به کینوتئاتری بو کینو میشد. رنگی اشهان. ما همکاری کردیم که کینوتئاتر گم نشود و با درونش به کینوزال شود. برای که بینو 700 کسب به توقع خالیش هست ما پروژه دیگه کرده با کینوتئاتر خودمون توجه کنیم که دونش به کینوتئاتر کار کنیم. برای ما اینو اجازه دادن که ما راضی شدن که جای ما همین قصر فرهنگ سازیم. تا سال 2010 کینوتئاترها در همه شهر و نواحی کشور فعال بودند. اما سالهای اخیر اکثر این کینوتئاترها یا خصوصی و یا بسته شدند. سال 2018 در کلوب 2 بینای کینوتئاتر تخریب شد. یکی تابستانه و دیگری زمستانه بود. حالا در جای کینوتئاتر تابستانه کلوب مرکزی تجارتی می‌سازند. بعد تخریب و خصوصی گردانی بینای کینوتئاترها چند سال پیش تاجیک فیلم اعلان کرده بود که آنها کینوتئاترها را برقرار و به توازن خود برمیگردانند. اما برعکس دیده می شود به جای کینوتئاترهای تخریب شده چیز دیگر ساخته می شود. حکومت فرخار تصمیم تخریب کردن کینوتئاتر را چند سال پیش گرفته بود. اما تاجیک فیلم به این عزم حکومت ممانعت میکرد. حکومت فرخار به تاجیک فیلم قول داده است که اینجا کینوتئاتر نو بنیاد خواهند کرد. همین وعده به گفته رئیس ناحیه باعث اجازه تخریب کینوتئاتر شده است. محمود جان احمدزاده، آزادی، فرخار.